امروز یه ویدیوی رپی داریم. پس سلام رفقا، چطورید؟ من حسام تیریچم هستم. به یه ویدیو جدید خوش اومدید. تو این ویدیو میخوام بریم سراغ میتینگای رپ فارسی ایرانی. نمیدونم اسم درست دارم میگم یا نه، ولی میتینگ بتله. من اطلاعات دقیقی ندارم. بچهای رپ اگه چیزی میدونید زیر کامنت بگی که من اشتباه نکنم، چون واقعا اطلاعاتی ندارم. یا میتینگ میگن یا بتل. اگه ویدیو منو برای اولین بار میبینی، من حسام تیریچم هستم و هر هفته ویدیوی باحال و فان، چالش، خفن، ریاکشن، دیگه نمیدونم همه چی قراره تو این چنل خوش بگذرونم. اگه پایه هستی لطفا سابسکرایب بزن و اون زنگوله فعال کن که هر موقع ویدیو گذاشتم هر چه زودتر ویدیومو ببینید و ویدیو تا آخر نگاه کن. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید و حتما توی کامنت برام هر نظری دارید، هر حرفی دارید بنویسید. کامنتاتون رو میخونم، جواب میدم. مرسی از همتون. بریم سراغ ویدیو میتینگ رپ. بریم. اولین میتینگ. همه کله پایین، همه کله پایین. صورتو میزنه کله با بیت میشه هیت. مسی میده تو رو دست ما میت. به تو فرصت نمیدم، جنگل و خیابون و دوستان سیریچن. اینا مایکل دنده عقبه ولی خیلی وقته که توی جردن فیریکن. موقع رپ میشه خرابتره، این وقت کیک میره زیر چاف دماغ عملی میشه جواب نملی. کف خیابونا مواد دلنی. بگو به اونی که اون رو نیده تو گلدونی میکارم که درآد ابدی. چی کلانتره این اینجا بیت جر میدم اگه زمان طلبی. شلوارش درات دقلی تو مغز زن سیدم رو سمت سیلم تو به سمت تو لفت قیبم رو به روی نور کوه در بینم تو پی پولی نو بوق و بس و فعلم تا کور تو سنه فیدم یه جون تو رگ غیرت رپ فارسی یعنی خون تو قلب سندن نقطه شروع تا توی نفسشه واسه ما میریسی لفظ لاتی جلو تو دیالوگی کلاک داشت اینجا هر کی گفته لشه باجی جوری میکوبم که نشه پاک جاش جلو ماشی میشی خاک داشت. عالی بود تا اینجا که عالی بود. ما هم حال کردیم باش. من یا چیزی رو که خواست کاش اینا بکن توی مخ بود که توی پاپی متا بشین باز داشت. عالی بود پسر، عالی بود. خیلی دوست داشتم میتینگشو. من خودم بذار یه واقعیت همین اول ویدیو بگم. خودم خیلی دوست داشتم توی میتینگای رپ شرکت کنم. خدای من، خدای خوب و مهربان، قلب کوچکم را در میان شکوفه‌های بهاری درختان گذاشتم. خدای من و قلب کوچکم دوست داریم در آسمان صاف و آبی پرواز کنیم. همکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم. بریم سراغ ویدیو بعدی. بریم سراغ ویدیو دوم. بالا میره رد من تو رک و جمع و رفتی همه دنبال من کیپی کف شهر کندیم تا تهدید با تهدید پلیستن به تحقید ندادم پسرم تو وایسادی جلو مسجد میخونی کبول و پک و اسلحه تو تجریش مشقی مشتی تشگیر میده ما میشب دیر برسی خونه تیکه تیکه ای واسه خورمه سبزی بعدی پس این ادا کیه قدرت رپ من تو کل شهر یه فراخان میده که پور یا فرازم تو کل مغز گاندیه ولی با حولات اووی کم یه شرق وحشی عمیق تو قهر شهر میره بمیره تخمشه گلن گدن زنه به هدف اشقارم تو مغزته اما من گرد بیدم حتی اگه فیلم دوی کنه تفلکی الان در رو اگه واسه تبقی اومدی پس پشمکی البته واسه من لبسم بیا نسخرت میکنه با این شلوارت گرد میدم و این کفشی که زب در خورده حالم بد بود با این جلوی خسته اومدم و واسط میخونم خونه چاقا اینم خیلی عالی بود. اینم خیلی عالی بود. میتینگ رپ، اونایی که نمیدونن ما جلوی بچهای رپ درس پس میدیم، ولی اونایی تو میتینگ رپ کسایی که نمیدونن یا بتل رپ میتینگ یا بتل حالا هر چی شده کلمات یا بدایه گفته میشه یا تکست از قبل نوشته، ولی این بدایه گویی یه جور دیس طرف مقابله. حالا به هر طریقی با کلمات بازی کنه و یه جوری طرف مقابلش رو دیس کنه. و به نظر من رپ بدون دیس معنا نداره. یعنی مزه رپ همون دیسشه. بچه رپ من هیچ اطلاعاتی از میتینگ رپ و این داستانا ندارم. اگه کم حرف میزنم منو ببخشید. بریم سراغ ویدیوی سوم. این ویدیو خیلی عالی بود. مثل ویدیو اول خیلی عالی بود. حال کردم با رپش، با فلوش حال کردم، نمیدونم حالا درست میگم، با فلوش حال کردم، با تکستش حال کردم. بیتش هم بد نبود. خب میتینگ بعدی این یکی هم با حضور آرمین رابره. زنگو زد یه چی مثل رد و برق محل کم خلقم زد و رفت بی وجود تماسکاری 110
حالا هم دنبال من به جرم ضرب زد و بند و رپ و گنگ حال میکنم اینجا وقتی که کم میاره تکس نفر بعدی توی باشه میاد با گوری پلن بعدی راست تو گوره را تو گوره جام مونده کامی سوچه منم که میشم آروم خوبه میگم با تو جوره امشب خوبه فرده چی با پلن میری اربابی شب ببی بیت لفظ ویلیت سفینه بازم هم روی چیستم باید هیت عاشق این فیلم دیگه عاشق این فیلم فقط چرت و پرت بیار تو بیت فقط چرت و پرت بیار البته توهین نمی‌کنم چرت و پرت منظورم که فقط کلمات رگباری بیار رو بیت سمبل بیت میخوره هر شلوار جین دیگه 3 سال دارم شب با بلیت میخندم میشه برنامه الان دوست داره سری بره اما به مشتری از با شدیم یه لایه داشت یه رایمون تایبامون جواب بگا ندی پاره سمو تکاف سری از زمین به زمین بعدی میگه قوی ولی حریف من شرمندم اعتراض بر هر بر انتقاد زب جزا تق بر سر من میگیری فاصله سری و کارو میبندی میگی نه ساعت بی هنوز نمیدونی فرق ناله رو حدیث هر جیفت مال خود با بده نریم با حاشیه سری هر چی که میشه ندو حاشیه نتی به پرد دجم به کاملی زمین میشه حادثه رفی مثل فوجه جدید شبا اکشن رو موشای سبز قبل خورشید دوشا به سر توری که از اول روزان به لحظه تا بعد خوب بفهمن خوبم به سر رای میرم روی 20 تا فدرال کار نمیدم بده این ساحلا دافت برفا که مخت میدم پیچان تنو تو وقتی کار میدیم به ترک ایران یه ها برو بگو برچم ها بالا صداش کلابی دایورت بارو باستا باش چون اسپیر مرش رو میکنم بگاه 3 ساله تا اینجا عالی بود تو بسار روی پیدال نگاه تا با گیگا به لحظه تران یه بار دیگه لابی تا ببی تا به مال چاق سرتر از سرم هم بالا خامنم از پیش از تو خواهی لاپامه منتم قفلی رو فاز کارم تو هم قبل خوابت بگی ما چم آمانه بپا که تاریخ انقضا نده کارت اگه بده که اشتباه تره ما تیمت ریپیت کن یک صدا بگید که حساب تو لیست ما کلابی سره روی سمه با علف دست رفت زیره کیکای مغز خیلی اینجا جالب شد چون طرف مقابل سری تموم کرد سری اومد جوابشش بده بیشتر بشه ایقا ضربه مثل من نیستی همینو بچه خفه شد دست نته راجع به من چه فکر بسته کامل مغز داغل سم به فابریک زده بوری بلا سوسی بیکام میده منم عقب تر کنم به لاین باریک میرم آزر با باندو که شاد تاکیز به پاش تو کاندومه عشق رابطه هرسه دوتا دورت ترکیده نفسه شلیک تو نفسه الان ریخته رو چپ دیواره میزنه همش میماله میخوره راه این کاره این واسه بیخوابه بیزاره دست سیگار بیحال شقا خوره فلو فقط زرو گرفته به تکسم نمیخوره اینجا نیست کالا به جنسم بگو نابیا تو اینجا بفرستم ایسکالا توفتوش رد بده و بیسکاتو گرفتم پیش سر بشه واسه مغز کسیفت دوتا بالا میره خسته ضعیف بشن درس سلیته واسه هرس زمین نمیزنم جیک تا صبح سیتا رو مود شیک تا صبح با تو خطر میره و وقتی اینجا منم جیک تکست از قبل نوشته شده بود یعنی بداهه نیست الان میگه خودمون میدونیم حسام خودمون میدونیم نه بچه‌ای که نمیدونن دو توضیح میدن سوری بگه سر منم حتی باشه آسفیک با تو تیرم هستیک با تو بگه نمیدونم چون بگیرن زیر مشتم حقیقت با مش برگشتم بعد چند ماه الان رو به رو تمام حرف بزن لاد نشون اگه رستم فاضل یادش رفت سری بغل دستیش اومد جاشو گرفت یعنی اومد ادامه داد کارشو نداشت بیت همونجا خالی بمونه خودت هم میدونی تو مایه شاتی واسه فانچ چارلی دلو جمع سرخم واسه کانتی شاد شارشه با چیز داره روی با تاکتیک از قدیم تکراری دست زدین اجباری چست زدین انگاری عمل کردی میشنوی صدامو تو حول تشویق هله رو میگیری و ازم تقلید میکنی تا بشنم و بعدم تشویق دنبالی بگیری یا رفم تاثیر گندتونو قبلا قدم در هیچ فرماره با گوش بزن که تهرانی بابا داد تو دهنش مون بده کرانی داری گیلکی میخونه اسکن جودی آخر که بگم خیلی ادرس بدم بوش بیش خامه ما رشته کوش زنتی گاز خالد و دیگه می وصلنی وش وزن کانال لوا د سر چی بچرش پرچم بالا مره اوتون کن بول بول شاگرد می قلقل سر کنی لاتیشو برد زنگ فندک و اتیشو گرد داری چه بازی تو گل بخیه سنا غنیمت مالی تو برد میدونی نیستی تو لول کارم فاز بعد برداری لول با من وقتی که میخنده ایزه به کامم میریزم به همین احترامونو که خط حمله بزن ما توی به فاک میدم اگه اشتباه کنی رو ما زومه اگه چشم با تونی تو یه شب با پابلویم یه شب با تونی میبینم اون روزو یوزی تو دست تو پوشی تو لفظ لاتیمتا اگه بودیم تو لفظ تو خونه واده باره موزیک و بس ما بچه کف خیابونیم چک و لگت خون رو دیوار میپاشونیم اگه برنده باشی باز میباسونیم باز گنگ داری بیا تو رینگ بیا تو رینگ
هی چطور بود؟ من با این سومی هم خیلی حال کردم چون خیلی حرفه‌ای بود. هم تکستش، هم دیگه فلوهاشون، هم بیتش که فوق‌العاده بود. یعنی بیت گنگ دیس فوق‌العاده بود. خیلی عالی بود دیگه. حتما اگه بچه‌ها رپ این ویدیو می‌بینن این سومی خیلی خوششون میاد. حالا زیاد اونجور اطلاعاتی هم از رپ ندارم. من تو هر ویدیو باید تکرار کنم که اطلاعاتی ندارم. دروغ نمیگم ندارم اطلاعات، ولی خیلی خوب بود. این کار قوی بود میدونی، هم طرف مقابل جوابش خوب میده، هم به موقع میومد جوابشو بده. آره میریم سراغ ویدیو بعدی. بچه‌ها یه رپ، اگه دوست دارید یه ویدیو با خود بچه‌ها یه رپ ضبط کنم و یه میتینگ باهاشون برم، همینجوری میتینگ بتل میتینگ برم باهاشون، میتینگی برم باهاشون، حتما تو کامنت بنویسید یا این بتل اولین بتل حسام خواهد بود یا برو ببینم نفر بعدی. تو اینا تو بش کلمات دوگا میده برو به جا فرش، هدفاتم نقطه شدن نمیرسی بهش، تلاش نکن میخوری نمیتونی پولش، خودت میده اینقدر رب میخونی، یاد رفیقاتم بخیر دیدی رفتن تو گونی، پیر بودیم چالش نبود از اون تایم تو کنی، جر میدیم واسه توری همه میگن رو پول، شغل شدی نره زدم خود رفی تو گونی، همسالتم زیاد شدن شعارهای فضایی، موضوعات تکراری فراری از انکاری، وکی بند سلول سرلنگا توی زندانیم، خود فانوس آبیم پوسته باشی تو راهیم، طولت کنی تو دامیم برات ماما میاریم، کاور نکن در جایی رکورد نکن هر جایی ولت کنن هر جایی تو هر جایی دست داریم دست داری ولت کنن هر جای، خود فانوسی آبی پوسته باشی تو راهیم، طولت کنی تو دامی برات ماما میاریم، به شدت داری یارو میخونه زمین، کاور نکن در جای دارو ولت کنن هر جای. من تیلی فرس میزنم به جاش دشتی خریدم ولی قضاوتم نکن وشی بشم دلیدم، حواستم باشه بازم برات منم فریبم، تو جاده بی انتابی لیسانم من خریدم، تلگرام شنیدم شانس آوردی ندیدم، هولم دادی پریدم سرم دادی سریم کرد خوشم دادی جریم کرد، خودم داری نبیشتر تو کم داری نه هیچ کس، به فکر اصلاح دیدم تو کم داری نه هیچ کس. نمیدونم این شاید تکست قبلا نوشته شده یا از کسی برداشته تکستو، ولی فوق العاده بود این تیکش. تو کم داری نه هیچ کس. داداشمون ملتفته طرفدار ملتفته. بچهای ملتفت، من طرفدار ملتفت نیستم اصلا، طرفدار هیچ کدومشون نیستم، ولی حتما تو کامنت بنویسید ملتفت. اتیاد داری به چی شنی داره شرم منتظری تا کار بدم دشت قبل افطار، بازم یکی میگه من جرد میدن انگار 60 سال پیش بیاد چرا داریم ادعا کردم نشب دو رفت و بی احتیاج امتیاز تکس همین اعتیاد من نمیزنم افترا دارم واسه احترام ولی ندارم بهش نیاز. خیلی عالی بود دمت گرم محمد داداش خوش بخوام روبروی بچه چرا تکس بود در جایی ولت کنن هر بچه تو هر دست داری خود یکی اونجا داد میزنه که میگه توی بتل نباید تکست بگین، بعد حتما بداهه بگی. خیلی عالی بود، فقط روبروی بتل لطفاً تکست نخونید، بداهه ممنون میشم، بداهه بخونید. تو بتل فکر کنم نباید تکست بخونم بعد بداهه بخونن. تا اینجا یه چیزی فهمیدم، یه چیزی گرفتم از داستان چیه. فقط آره دیگه یه اشتباه داشت که رو تکست قبلی نوشت خون و نظر شخصی مینا، البته من خودم حال نکردم با این میتینگ. میتونی میتینگ یه جوری باید باشه آدمو اکتیو کنه. اون تکستایی که میگه، اون تیکایی که میندازه، قافیه بازی که میکنه، بعد یه جوری باشه که آدمو اکتیو کنه، اینجوری کنه. بریم سراغ ویدیو پنجم. بازم آرمی رابر اونجا هستش. میگن که این سیاست از قبلن بلدن آشیه میسازن تا این که نشن فراموش، ولی با من نکرده کشم گلن گردنم زیدت چیه میشم با ننت همه بود. تو اگه رپ میخونی چون پرواچه میخوای جای من باشی تو کس و خفای میزن بچه پایین شرمتون رو که ایمالیا باشم همه سر تو، ولی پاپیا با من هستن اونا هم سر تو، منم پای پیاده تک فقط بهم بگو پیتا رو کازری واسه من هدف بلند مدتتم که واضحه بری واسه 4 نفر تو کافه بخونی. تا اینجا خیلی خوب بود. یه نگاه کنن اونایی که عاشقشونی، ولی من اینجا هم با چشای کاسه خونی، تا که بدونی نداری اصلا جایی توی این راستا که نیست جای دلغک بازیو که همسال ما واسه شما توی دید نیستن 800 تومن واسه شما پول فیت میدم، من کلیم و میفروشم که بر نگردی رو یه شغل ثابتم بهت میدم دلغکی تو سیج کارت میگیره حتما در حد بینال مللی حق میدم اینا رو بهش نبی ارور بزنی هرچی که خاصی بوده جلو همیشه عشقی تو عمرت مثل واسه ما رب و دست بندی نکن وقتی کشکی نقطه ضعف ربی در کلی حرکت شما یه رفت ردی نرو خودت تو ما دوتا دست خودت زر بزنی بدون پیشگیری در بعدش درمان هر موقع که زمین خوردم تحریش سم کن اگه اونی هم که قلمشه دست شرمان تو که نمیخوام داشته باشه چرخ شرمان
همدیگه داشته باشه. ولی خیلی عالی بود، خیلی دوست داشتم تکستشو، خیلی دوست داشتم اون فلوشو. فلو همچین انگار مثلا اسم چند سال تو رپ فلو رو دوست داشتم، تکستش رو دوست داشتم. نه بیت باکسش خوب نبود ولی عالی بود، خیلی فوق العاده بود. اینم جزو از اون میتینگایی که من خیلی دوستش داشتم، با تکستش و با همه چی اصلا کلا حال کردم. میریم سراغ ویدیو بعدی. نمیدونم ویدیو چندم، فکر کنم ویدیوی ششم باشه. آره پس پنجم حال کردیم و ویدیو پنجم خیلی حال کردیم. اون کی ویدیو چندم بود؟ ویدیوی سوم بود. پس 3-5 تا اینجا ویدیوی خیلی عالی هستن. ببینم کی رو داریم دیگه. اجرای دختر هیپ هاپی در میتینگ رپ جدید تهران. بریم ببینیم چیه. اوکی تو بالای بالایی ما هنوز درگیر باقالی یا دایی، ولی شمالی یا میدونی یا سمت خنده مایی یا غریبی یا کسابی یا ندی با کمانی اینجا جای کیاس رسیدی با دوبار خواهی پاره اینا سروبشون از خونه خالی مگه جسمتی داری زیر اینا اون بیمالی ولی تشمیه میگی در همشون میذاری. اوکی تو رو بروشی من تنها اومدم تو گیر جفتی. اوکی تو ظلم و کشی با این بگو چی تو مخی دوزت میره بالا هی رو پرسی ادا تنگایی ولی هر کی پرسی یا از تو گفتی یا لش مرفی رفتارات متضاده هر چی گفتی. من نمیدونم حالت خرابه یا مختی کلتی همه شبار اینجاست که کلمیه اسکل جوابه برای توی که همیشه یکی پشتت سواره. یادت رفته چی بودی که شدی ولی شاهد پستش نکن سوال بی خود. خیلی فوق العاده بود. چرا ادامه نداشت؟ اصلا چرا یه تیکر گذاشت؟ خیلی فوق العاده بود. تموم شد، وسطش تموم شد. به شدت فوق العاده بود. برای اولین بار میبینم یه دختر توی میتینگ رپ حضور داره. مثلا جالب بود، خیلی عالی بود. به عنوان یه دختر خیلی خوب بود. بعد اینکه بیای توی جمع پسرونه بخوای رپ کنی، اونم با الفاظ رکیک، خیلی سخته. اینا خیلی هستش. ولی خیلی فوق العاده بود. حتما دمت گرم آرمین رابر، این میتینگو گذاشتی. واقعا خیلی عالی بود. بریم میتینگ بعدی. چی داریم؟ این بهش میخوره خیلی خوب باشه. بریم میتینگ هفتم. چرا برم تو چی شدی مسکه اونی که بلده قلم و رو سر دفتر کرکره باز شد چروع کاسبی فروش کار کی واصلش باعث طلوع آج شد توی آشیه پیتک و دی باز خورد تاجر فروش ورقای باز خوردش خرخر چاک شد میدش پر ریخته ای الکل گار گرفت آتیش خشمم من اگه جامتو درید شرمندم اینم کاشیر نره این جنگل چند دورشون خندق کندن مغر ابد توی پروندم دستم خورد جرد حقیقت و رسمن گفتم تاف به این بازار سیاه رفت پخش بیشتر با یه پیشنهاد فی تحریک شنجل و قدرت قلم از آلو به دفعه بده فدوش میزنیم زیر پنج شبای میزنیم 5 زیر 5 دقیقه میزنیم همین یکیمونه همه رو عریفه به تجربه میگیره آجله رو نریم. خیلی بداهه خوب بود. معلومه که بداهه بود. اونجا که کم می آورد معلوم بداهه بود. خیلی عالی بود. صداش حال کردم، با تکستش حال کردم، اصلا با اون فلوش حال کردم. خیلی سنگین، یه دیس سنگینی بود. بنده میرفت جلو. بریم ویدیوی بعدی. ویدیو آخر، ویدیو هشتم، میتینگ هشتم. فکر کنم این میتینگ محمد اسپیس هم هست. محمد اسپیس خیلی فوق العاده است. اگه همتون همه بچه‌ها رپ محمد اسپیس رو میشناسن. توی میتینگ که فوق العاده است. یارو اومده از جنت آباد بدون من کردم لاپورت رسما چاپاد میخونی تکست آره بیگودی هی بپوش بیا مثل نیکی میناج دوباره بیکی ولی من هستم ویکتور هوگو تو همین راهو سیکون برو که سجده کرد آره بیا میخواد مانا میتونی بخونم خبر پیروزی رو تو تاجرهای مکه جای خالی برینه و عالی با شما اومدیم توی نهجل اونجا کسا سبب تر شد دست دل کن پایین پس من کد میگم و بدون میدم جلو میدم تو میری تو جاده تلو میخوری یا وای بدون میشی ولو نگاه کن بیت باکسرت هم گرفتی غم حسین چطوری بیا بریم سمت کویت یا دبی گیرم توی آزادی و برج میلاد حتی گندتون فرض میخواد ازم بگو بیاد ویکتور دیس شرق داد ولی بدون شب داشت میایم به تو میدی آره اشکات در بیاد قد فولکس تو تکس نمیمونی پس روده میاد باید بری توی موزه لوفر پاریس ماشاءالله بزن دست محمد اسپیس فوق العاده است. بچه‌ها رپ همه قبولش دارن. همه اصلا کلا حال میکنن با من. مثلا من خودم یکی از طلبام اینه که با
تکساش با فلوهای محمد اسپیس حال میکنه. مثلا ببین خلاصه جواب تو توی فلودا میگه، تکست میگه. و اینکه خیلی عالی بود. اگه بچهای رپی هستید از این ویدیو حال کردید، منو برای اولین بار میبینید، من هستم توی چه مثلا اگه دوست دارید بهم کمک کنید که ویدیوهای رپی باحالی بذارم با شما بچهای رپ، حتما چنل من سابسکرایب کنید و اون زنگولم فعالش کنید. توی کامنت حتما بنویسید که کدوم میتینگ قوی بود، عالی بود، کدوم میتینگ یا دوست داشتید یا قوی بود، حتما بنویسید. اون چیزی هم که گفتم یادتون نره، چون قراره میتینگ بذاریم، یه میتینگ خفن با بچهای رپ. حتما کمک میخوایم از بچهای رپ. یا برو بریم پسر، فعلا برو یو بنویسید.